چرا در اروپا و دنیای پیشرفته صحبتی از آقا، خان و بگ نیست؟ در اروپا و دنیای پیشرفته دیگر از عناوینی چون آقا، خان و بگ یا القاب اشرافی مانند کنت و دوک به صورت رایج استفاده نمی شود. این موضوع نتیجه تحولات عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که در طول قرنها اتفاق افتاده است. در گذشته این عناوین نشان دهنده جایگاه اجتماعی، قدرت و ثروت افراد بود. در نظام‌های فئودالی، خانها و بگها رهبران محلی، مالکان زمین و رؤسای قبایل بودند. القاب اشرافی مانند کنت و دوک نیز نمایانگر طبقه‌ای ممتاز بودند که از امتیازات خاصی برخوردار بودند و اغلب در دربار پادشاهان خدمت می‌کردند. عنوان آقا نیز در برخی فرهنگ‌ها به معنای ارباب یا فردی با احترام و اقتدار به کار می‌رفت. اما با گذشت زمان چندین عامل مهم باعث کمرنگ شدن و در نهایت حذف این عناوین شد. اولین عامل انقلاب‌های دموکراتیک و اجتماعی بود. انقلاب‌هایی مانند انقلاب فرانسه در سال 1789 پایه‌های نظام طبقاتی سنتی را فرو ریختند. این انقلاب‌ها بر مفاهیمی چون برابری، آزادی و حقوق شهروندی تأکید داشتند. مفهوم رعیت که به افراد تحت سلطه اربابان یا پادشاهان اشاره داشت، جای خود را به شهروند داد. شهروندان در یک جامعه دموکراتیک فارغ از پیشینه خانوادگی یا طبقاتی از حقوق و مسئولیت‌های برابر برخوردار بودند. این تغییر نگرش ضرورت وجود عناوین اشرافی و طبقاتی را از بین برد. دومین عامل حاکمیت قانونگرایی و برابری حقوقی بود. در کشورهای توسعه یافته اصل بر این است که قانون برای همه شهروندان یکسان اجرا می شود. دیگر کسی بر اساس القاب و عناوین خود از مصونیت یا امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست. اگرچه ممکن است در برخی موقعیت‌های رسمی یا به عنوان نشانه‌ای از احترام از برخی عناوین قدیمی استفاده شود، مثلا در خطاب قرار دادن یک فرد نظامی با درجه‌اش، اما این عناوین دیگر نشان دهنده طبقه اجتماعی یا قدرت سیاسی نیستند. نظام حقوقی مدرن بر شایستگی، توانایی و قانون مداری تاکید دارد، نه بر میراث خانوادگی یا عناوین قدیمی. سومین عامل ظهور و گسترش مفاهیم مدرن جامعه و دولت بود. با شکلگیری دولت‌های ملی و تمرکز قدرت در نهادهای دولتی، نقش رهبران محلی و خانها کمرنگ شد. همچنین با گسترش آموزش و افزایش آگاهی عمومی، مردم به تدریج به نابرابری‌های ناشی از نظام طبقاتی واقف شدند و خواستار تغییر شدند. چهارمین عامل تأثیر فرهنگ و رسانه بود. سینما، ادبیات و رسانه‌های مدرن اغلب بر روی شخصیت‌ها و داستان‌هایی تمرکز دارند که نماینده طبقات مختلف جامعه مدرن هستند، نه طبقات اشرافی و فئودالی گذشته. این امر نیز به تدریج باعث فراموشی و کم اهمیت شدن این عناوین شد. در نهایت میتوان گفت که حذف این عناوین نشان دهنده حرکت جوامع به سمت مدرنیته، دموکراسی و برابری است. دیگر معیارهای اصلی برای سنجش ارزش و جایگاه یک فرد پیشینه خانوادگی یا عناوین ظاهری نیست، بلکه توانایی‌ها، دستاوردها و نقش او در جامعه است. امیدوارم تا اینجا متوجه اصل موضوع و عناوین شده باشید، ولی اجازه بدهید به تیتروار دوباره و ادامه بدهیم. حذف عناوین طبقاتی مانند خان، آقا، بگ یا القاب اشرافی مانند کنت، دوک در غرب نتیجه چندین قرن تحول ساختاری است. انقلاب‌های دموکراتیک و اجتماعی، انقلاب‌هایی مانند انقلاب فرانسه 1789 نظام‌های طبقاتی سنتی را شکستند و مفهوم شهروندی را جایگزین رعیت کردند. قانونگرایی و برابری حقوقی، در کشورهای توسعه یافته قانون برای همه یکسان است.
عناوین تنها در موارد رسمی یا به عنوان احترام استفاده می شوند و هیچ امتیاز ویژه قانونی یا اقتصادی مانند مالکیت بر جان و مال رعایا برای دارنده عنوان ایجاد نمی کنند. صنعتی شدن و شهرنشینی. با گذشت زمان، قدرت از زمینداران بزرگ، فئودالها / خانها، به طبقه متوسط و کارآفرینان شهری منتقل شد. نظام‌های آموزشی مدرن. آموزش همگانی باعث شد که جایگاه افراد بر اساس دانش و مهارت شایسته سالاری تعیین شود، نه تبار و نام خانوادگی. 2. چرا هنوز کسانی فکر می‌کنند بر دیگران برتری دارند و بردهداری را ترویج می‌دهند؟ اگرچه بردهداری سنتی مانند مزارع پنبه در جهان لغو شده، اما شکلی از بردهداری مدرن همچنان به شکل‌های پنهان وجود دارد. استثمار اقتصادی، بهره‌کشی از کارگران در کشورهای فقیر، قاچاق انسان و کار اجباری نمونه‌هایی از بردهداری مدرن است که طبق گزارش‌ها شامل میلیون‌ها نفر می‌شود. نژادپرستی و تعصبات قبیله‌ای. برخی افراد یا گروه‌ها بر اساس نژاد، عقیده یا تبار خود را برتر می‌دانند. این ناشی از نقص‌های ساختاری آموزشی، کمبود آگاهی یا منافع اقتصادی سیاسی است. بحران‌های سیاسی. در زمان بیقانونی یا حکومت‌های فاسد، قدرت‌های محلی تلاش می‌کنند جایگاه سنتی خود را حفظ کنند تا مردم را تحت سلطه بگیرند. چرا رژیم ایران فکریت آقا و خان و خانبازی را تشویق می‌کند؟ تداوم یا ترویج فرهنگ سنتی و طبقاتی که از آن به خانبازی یاد کردید، در ساختار سیاسی فعلی ایران می‌تواند دلایل چندگانه‌ای داشته باشد. تغییر استراتژی از حزب به قبیله. در دوره‌هایی رفتار قبیله‌ای، باندبازی در سیاست به جای نظام‌های حزبی دموکراتیک تشویق شده است. استفاده از قدرت‌های محلی. در مناطق عشایری یا سنتی، حکومت‌ها اغلب به جای تقابل با رهبران محلی، خانها / بزرگان قبایل، آنها را به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی خود به کار می‌گیرند. بقا از طریق تفرقه. ترویج فرهنگ استبدادی کوچک، خانبازی، در سطح محلی باعث می شود مردم به جای تمرکز بر حقوق شهروندی درگیر کشمکش‌های قبیله‌ای شوند و این امر تمرکز قدرت را در مرکز آسان‌تر می کند. تضاد با نوسازی. سیستم فعلی گاهی برای مدیریت مناطق به ساختارهای سنتی تکیه کرده است. و اما رژیم اسلامی ایران و دردسر اصلی که باید درمان شود. رژیم ایران با توجه به ساختار و عملکرد خود به طور ناخواسته یا حتی گاهی به صورت عمدی بستری را فراهم کرده که میتوان آن را آقا و خان و خانبازی نامید. این پدیده ریشه در چندین عامل دارد که در هم تنیده شدند و به حفظ و تداوم یک فرهنگ سنتی و طبقاتی در عرصه سیاسی کمک می‌کنند. یکی از دلایل اصلی تغییر استراتژی از شکلگیری نظام‌های حزبی دموکراتیک به سمت رفتار قبیله‌ای و باندبازی است. به جای آنکه احزاب بر اساس ایدئولوژی و برنامه مشخص جایگاهی در سیاست داشته باشند، گروه‌هایی با وابستگی‌های خانوادگی، جناحی یا منطقه‌ای قدرت را در دست می‌گیرند. این گروه‌ها مانند قبایل سنتی وفاداری را بر شایستگی ترجیح می‌دهند و منافع گروهی را بر منافع عمومی مقدم می‌شمارند. در مناطق سنتی و عشایری، حکومت‌ها اغلب به جای رویارویی با رهبران محلی، یعنی همان خانها یا بزرگان قبایل، سعی در جذب و همراه کردن آنها دارند. این همراهی به رژیم اجازه می‌دهد تا کنترل خود را بر این مناطق حفظ کند، اما در این حال قدرت و نفوذ خانها را نیز تایید و تقویت می‌کند. این خانها به نوبه خود از این جایگاه برای حفظ و گسترش منافع خود و وابستگانشان استفاده می‌کنند و عملاً یک ساختار اقتدارگرای محلی را شکل می‌دهند که در آن روابط شخصی و سنتی بر قوانین و مقررات رسمی اولویت دارد. این پدیده خانبازی در سطوح بالای حکومتی نیز مشاهده می‌شود.
گروه‌هایی که به واسطه نزدیکی به رأس قدرت، چه از طریق نسب، چه از طریق وابستگی‌های جناحی و چه از طریق خدمت طولانی مدت به سیستم، به موقعیت‌های کلیدی دست یافتند، عملاً تبدیل به آقاهای جدید شدند. این آقاها مانند خانهای سنتی، شبکه‌هایی از وابستگان و طرفداران خود را دارند و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند. آنها نه تنها بر منافع شخصی خود، بلکه بر منافع گروه‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند نیز تمرکز دارند. یکی دیگر از عوامل مهم، ضعف نهادهای مدنی و مستقل است. در غیاب نهادهایی که بتوانند به طور مؤثر بر قدرت نظارت کنند و پاسخگویی را تضمین نمایند، آقاها و خانهای قدرتمدار به راحتی می‌توانند بدون ترس از عواقب به اعمال نفوذ خود ادامه دهند. این ضعف فضایی را ایجاد می‌کند که در آن روابط غیررسمی و پشت پرده بیش از قوانین و مقررات رسمی اهمیت پیدا می‌کنند. همچنین نوعی پدرخواندگی یا سرپرستی در ساختار سیاسی ایران وجود دارد. آقا در رأس هرم نقش رهبری را ایفا می‌کند که انتظار می‌رود از فرزندان خود، وابستگان و طرفداران حمایت کند و آنها را در موقعیت‌های مناسب قرار دهد. این رابطه مشابه رابطه خان با اعضای قبیله یا ارباب با رعیت است. در این فضا وفاداری به آقا و تبعیت از او مهمترین ویژگی محسوب می شود و شایستگی و تخصص در اولویت‌های بعدی قرار می گیرد. این فرهنگ آقا و خانبازی پیامدهای منفی متعددی دارد. اولاً به فساد دامن می زند. وقتی تصمیم گیری ها بر اساس روابط شخصی و نه ضوابط انجام می شود، بستری برای سوء استفاده از قدرت و منابع عمومی فراهم می شود. ثانیاً، مانع از پیشرفت و توسعه واقعی می شود. وقتی موقعیت‌ها بر اساس شایستگی تقسیم نمی‌شوند، افراد نالایق در جایگاه‌های کلیدی قرار می‌گیرند و این امر به ناکارآمدی سیستم و اتلاف منابع منجر می‌شود. ثالثاً، به ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. مردم با مشاهده اینکه شایستگی و تخصص در جامعه ارزشی ندارد و تنها روابط و وابستگی‌ها راه را برای موفقیت باز می‌کنند، احساس سرخوردگی و بی‌عدالتی می‌کنند. در نهایت، تداوم این فرهنگ مانع بزرگی بر سر راه هر گونه تحول دموکراتیک و مدرن‌سازی جامعه است. تا زمانی که ساختارهای قدرت بر اساس روابط سنتی و قبیله‌ای استوار باشند و آقا و خانهای قدرتمدار منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند، دستیابی به یک جامعه عادلانه و پیشرفته امری دور از دسترس خواهد بود. رژیم ایران با تکیه بر این ساختارها در واقع به جای ترویج یک ایدئولوژی پیشرو به تداوم و تقویت فرهنگی سنتی و اقتدارگرا کمک می‌کند که در آن آقا حرف اول را می‌زند و خانبازی رسم رایج است. خلاصه، دنیا به سمت قانونگرایی حرکت کرده است، در حالی که در مناطق کمتر توسعه یافته شخصگرایی و تبارگرایی همچنان ابزاری برای مدیریت سیاسی و اقتصادی است. ولی آیا وقت آن نرسیده که بعضی‌ها بیشتر تأمل کرده و در دنیای AI و عصر نو از تفکرات عصر حجری و عقب مانده دور شوند؟ برای این نوع بحث‌ها و دید و نظریات با کانال ما باشید.